خبر سردار اورتاچ اومده هیچ هنرمند و خواننده‌ای تجربهش نکرده. حال و اوضاع سردار واقعاً بده و همه مردم ترکیه نگرانش هستن. بیاین با هم بریم ببینیم چه خبره. دختر و پسرا به سلبی 17 خوش اومدید. اگر به اخبار ویژه سلبریتی ترکیه علاقه‌مندید حتما کانال رو همراهی کنید. سردار اورتاچ کیه؟ سردار اورتاچ یکی از خواننده‌های به شدت محبوب ترکیه که کلیپ‌های آهنگاش برای دوره خودش و حتی الان یه انقلاب بزرگ تو صنعت موسیقی ترکیه بود. همیشه متن آهنگاش و ویدیوهایی که میساخت بسیار خاص بود و البته چند قدم از بقیه جلوتر. سردار تو 16 فوریه 1970 در استانبول به دنیا اومد. به عنوان اولین پسر مادرش نسرین اورتاچ و پدرش مهمت اورتاچ. پدر این خواننده مشهور پاپ سازنده قالب‌های پلاستیک در یک مغازه کوچیک تراشکاری بود. سردار اورتاچ هم که در سال 1977 در کنار پدرش در همون مغازه تراشکاری کار میکرد، در کنارش زندگیش رو با فروش شیرینی و آب در خیابان تجربه میکرد. آیا این به معنی فقر سردار بود؟ البته که نه. داستانی پشت این کار کردن سردار بود که در ادامه بهش میپردازیم. سردار تحصیلات عالی خودش رو در دانشگاه بیلکند گروه زبان و ادبیات آمریکایی آغاز کرد، اما قبل از اتمام تحصیلاتش دانشگاه رو ترک کرد. حالا میپردازیم به این که سردار اورتاچ چجوری وارد دنیای هنر و موسیقی شد. در سال 1993 به عنوان تهیه کننده و مجری برنامه در یک ایستگاه رادیویی خصوصی در استانبول مشغول به کار شد و بعدش هم با یک تهیه کننده موسیقی که به برنامه‌های اون گوش داده بود به توافق رسید و آهنگایی که تاکنون نوشته بود رو با صدای خودش خوند و اولین آلبوم خودش رو در سال 1993 ساخت. سردار اورتاچ با آهنگ کارا بیبریم پا به دنیای موسیقی گذاشت و هم دیگه بشنویم. Kara biberim, vur kadehlere hadi içelim her gece kara biberim. یک چیز بسیار جالب که در مورد سردار اورتاچ وجود داره برخلاف بقیه خواننده ها و یا حتی سلبریتی ها اینه که علاوه بر بازار موسیقی، سردار دنیای تجارت رو هم تونست تحت تاثیر قرار بده. داستان از این قراره که پدر سردار اون مغازه رو تبدیل به یک شرکت بزرگ کرد و سردار همیشه دوست داشت که مثل پدرش مدیر تجاری موفقی بشه. اون توی دبیرستان از دپارتمان تراشکاری فارغ التحصیل شده بود، اما پدرش این رو برای شروع کارش تو تجارت کافی نمیدونست و بهش گفته بود که هر موقع تونستی از یک کار کوچیک شروع کنی و ادامه بدی به کار بزرگتر هم میتونی بپردازی. و این شد که سردار شیرینی فروشی کنار خیابان رو تجربه کرد تا بتونه بفهمه دنیای تجارت و خرید و فروش یعنی چه. برای توسعه شرکتی که از پدرش به اون ارث رسیده بود بر صندلی ریاست نشست. سردار پدرش مهمت اورتاچ رو در سال 2012 از دست داد. اون وارث شرکت اورتاچلار 40 ساله‌ای شد که پایه‌های اون با تلاش پدرش بنا نهاده شده بود. اورتاچ پس از مرگ پدرش ریاست این شرکت رو بر عهده گرفت و تجارت پدر رو از نزدیک دنبال و اداره می‌کرد. این شرکت پیشرو صنعت در تولید کانکتورهای کاب با نام تجاری اورتاچ بود. سردار با وجود شهرت عجیبش تو ترکیه و پیشتازی در عرصه موسیقی تجارت پدرش رو رها نکرد و روز به روز از هر دو راه هنر و تجارت به ثروتش افزوده میشد، اما متاسفانه در ادامه دچار اشتباهات بسیار سنگینی شد که زندگیش رو از این رو به اون رو کرد. در ادامه با هم میشنویم. اما قبلش بپردازیم به زندگی عاشقانه سردار اورتاچ. سردار در سال 2014 با یک دختر زیبای ایرلندی تبار ازدواج کرد، اما متاسفانه این ازدواج و عشق در سال 2019 به پایان رسید. دلیل اصلی این جدایی اختلاف سلیقه این دو در انتخاب محل زندگیشون بود. کلویی یعنی همسر سردار ترجیح میداد که تو آمریکا زندگی بکنن، اما سردار که تمام شهرت و ثروتش رو تو ترکیه و از طریق ترکیه به دست آورده بود مخالف بود و تصمیم به ترک ترکیه نداشت.
سردار بعد از جدایی و طلاقش دچار رنج تنهایی و افسردگی شد، اما از اونجایی که تو دنیای موسیقی ترکیه ارج و قرب و اعتبار زیادی داره، پرقدرت روی صحنه و در شوهای مختلف تلویزیونی اجرا میکرد و رفاقت و همکاریش رو با بهترین های ترکیه از جمله سیبل جان، ابراهیم و ابرو ادامه میداد. و اما اتفاق عجیبی که برای سردار اورتاش و زندگی باشکوهش افتاده و همه طرفدارانش رو در شوک فرو برده. اون تقریبا مدت نچندان طولانی هست که در دام چیزی گرفتار شده که زندگیش رو یک شبه کن فیکون کرد. سردار اورتاش که یکی از قدرتمندترین ها تو دنیای تجارت و موسیقی بود، ناگهان به قمار روی آورده و تو بهت و حیرت عظیم طرفدارانش از شنیدن این اتفاق اعلام کرد که همه چیزش رو از دست داده. سردار اورتاش این قضیه رو علنی کرد و در کمال ناراحتی در صفحه اینستاگرامش نوشت: در قمار 10-15 تا خونه رو از دست دادم. همه جا خونه داشتم. کنار استادیوم علی سامی یه برج 11 طبقه داشتم و اون رو هم از دست دادم. الان تنها یه خونه‌ای که دارم توش زندگی میکنم واسم mунde که این هم hanuz بدهی و قسطاش mунde. خریت و اشتباه بسیار بزرگی مرتکب şodam. Serdar Ortaç kumarda neleri kaybetti? Çok büyük paralar gitti. Çok mal mülk gitti. همچنان با من همراه باشید چرا که ناکامی و بدشانسی سردار به همینجا ختم نمیشه و متاسفانه انگار علاوه بر دنیای تجارت زندگی هنریش هم رو به افوله. سردار با مشکل جسمی دست و پنجه نرم میکنه که باعث شده صداش یه جورایی از بین بره و حنجره قدرتمندی که برای خوندن داشت الان دیگه متاسفانه دچار مشکل شده. طرفداران هم طبق معمول نگران سردار و منتظر هستن که ببینن چه اتفاقی قراره برای خواننده محبوبشون بیفته و در این بین همکاران سردار yeni بقیه خواننده ها هم بسیار نگران حال و اوضاع سردar هستن. Dün Serdar Ortaç'ın sahnede durmakta zorlandığı anlarla karşılaştık. Peki Ortaç'ın nesi var? یه جریان پرسر صدایی هم که در مورد سردار اتفاق افتاد قهرش با ابرو گوندش بود. در واقع بهتره بگیم ابرو گوندش با سردار قهر کرد و به دوستی چندین سالشون پایان داد. یه زمانی دوستی و صمیمیت سردار و ابرو و برنامه‌هایی که با هم دیگه اجرا می‌کردن زبان زده همگان بود. جریان از این قراره اون تایمی که شوهر ابرو گوندش یعنی رضا زرا به خاطر پولشویی دستگیر شد، سردار همراه با دمت کالین توی تعطیلاتی بوده و با شنیدن خبر دستگیری رضا زرا سردار به دمت میگه که حالا بذار یک روز بگذره از ماجرا مطلع و مطمئن بشیم، بعدش واسه همدردی به ابرو زنگ میزنی. ولی گویا دمت کالین اینجا هم بیکار ننشسته و حرف سردار رو یه جور دیگه به گوش ابرو رسونده. اون گفته که سردار میگه رضا زرا وقتی دیگه دستگیر شده و به زندان افتاده زنگ زدن ما به ابرو بی‌معنیه. ابرو هم از قرار معلوم این حرف دمت کالین رو باور کرده و قهرش با سردار شروع شده. توی ویدیو سردار اظهار پشیمونی میکنه و میگه ابرو کسی بود که تو مشهور شدن و بالا رفتن به من خیلی کمک کرد. تو رادیو استعداد منو کشف کرد و رفیق بسیار خوبی برای من بود. من اشتباه کردم که همون روز بهش زنگ نزدم و باهاش همدردی نکردم ta kar be اینجا نکشه. Ebru Gündeş bir ara çok samimiydiniz. Yediğiniz içtiğiniz ayrı gitmiyordu. Ardından aranız açıldı. Bunun sebebi araştırıldı. Biz Ebru'yla ayrılmaz ikiliydik. Hatta beni şöhrete adım attıran da Ebru'dur. عزیزان همراه به انتهای ویدیو رسیدیم. امیدوارم که پسندیده باشید. نظر خودتون رو در ارتباط با ویدیو حتما برامون کامنت بکنید. متشکرم که همراهمون هستید. مراقب خودتون باشید. خداحافظ.